غنجایش یا غنجایش الکتریکی کاندنساتور از مساحت رویه‌های آن S از مسافت بین رویه‌ها D از نفوذپذیری دی‌الکتری اپسیلون محیطی که بین رویه‌های کاندنساتور پر کرده می شود وابسته می باشد. معین می کنیم که چطور مساحت S به غنجایش کاندنساتور تاثیر می کند. می بینیم که با زیادشوی مساحت رویه‌ها غنجایش الکتریکی می افزاید. با جمع نمودن دستگاه زیرین به این باوری حاصل می کنیم. رویه‌های کاندنساتور غنجایشش تغییر یابنده از لوحه‌های حرکت کننده و به حرکت عبارت است. به سیستم لوحه حرکت کننده محور الکترومتر با عقربک و به سیستم لوحه به حرکت تنه الکترومتر وصل شده است که به زمین پیوست می باشد. هنگام چنین طرز پیوست میلخوری عقربک الکترومتر به فرق پتانسیل های بین پتانسیل محور و پتانسیل تنه متناسب می باشد که اساساً فرق پتانسیل های بین رویه های کاندنساتور غنجایشش تغییر یابنده را معین می کند. یعنی بین پتانسیل گروهی لوحه های حرکت کننده و به حرکت. اگر ما لوحه حرکت کننده را به حرکت درآوریم و در بین لوحه به حرکت جایگیر نماییم، آنگاه مساحت پوشانیده شده S می افزاید و یکجای با S غنجایش الکتریکی کاندنساتور C نیز می افزاید. اما هنگام افزایش C فرق پتانسیل ها اوی بین رویه های کاندنساتور کم می شود. یعنی هنگام جایگیر کنی لوحه حرکت کننده در داخل لوحه به حرکت عقربک الکترومتر باید به پایان رود. کنج میل کنی باید خرد شود چون که در این حالت او خرد می شود. اگر ما لوحه حرکت کننده را از داخل لوحه به حرکت برآوریم، آنگاه ما مساحت پوشانیده شده S غنجایش الکتریکی کاندنساتور را کم می کنیم. اما در این حالت فرق پتانسیل بین لوحه های کاندنساتور می افزاید چون که ذریعه در لوحه های کاندنساتور تغییر نمی یابد و یکجای با فرق پتانسیل زیاد شده باید کنج میلخوری عقربک الکترومتر زیاد شود. با این گفته ها در تجربه باوری حاصل میکنیم. در بالای میز کاندنساتور غنجایشش تغییر یابنده گذاشته شده است. گروه لوحه های به حرکت کاندنساتور به واسطه ساق‌های متلی به محور الکترومتر پیوست کرده شده است. گروه لوحه های حرکت کننده کاندنساتور به تنه الکترومتر وصل شده است که به زمین پیوست می باشد. الکترومتر فرق پتانسیل بین لوحه های حرکت کننده و به حرکت را چین می کند. حاضر عقربک الکترومتر صفر را نشان می دهد. لوحه حرکت کننده کاندنساتور را برآورده مساحت کمترین پوشانیده شده S را دارا می شویم. الکترومتر و یکجای با کاندنساتور را ذریعه ناک می کنیم تا خاموش شدن لپیش عقربک انتظار می شویم. حالت عقربک و کنج میلخوری عقربک چطوری که پیشتر گفتیم به شدت بین لوحه حرکت کننده و به حرکت کاندنساتور غنجایشش تغییر یابنده متناسب می باشد. حاضر کنج میلخوری در جدول الکترومتر تقریباً 3 تقسیمات را نشان می دهد. حاضر لوحه حرکت کننده را تاب داده در داخل لوحه به حرکت جایگیر می نماییم و با این مساحت پوشانیده شده S را زیاد می کنیم. یکجای با مساحت اینچنین غنجایش الکتریکی C نیز می افزاید، اما او فرق پتانسیل های بین رویه های کاندنساتور کم می شود. هنگام حرکتی برعکس گروه لوحه های حرکت کننده وقتی که S کم می شود غنجایش الکتریکی C نیز کم می شود. ذریعه در لوحه ها به تغییر می ماند و فرق پتانسیل های بین لوحه ها می افزاید. باز یک بار دیگر دیده می براییم. S را زیاد کرده C را زیاد می کنیم و S را کم کرده C را کم می کنیم و او می افزاید.